استاندار امسک روسیه که به همراه هیئت تجاری و اقتصادی به استان سفر کرده است، در دومین روز از سفر خود در دیدار با استاندار کوهگیلوی وبای رحمت گفت هیئت دولتی و بازرگانی این استان برای واردات برخی کالاهای صنعتی، کشاورزی، ایجاد شرکت‌های تولیدی مشترک و تبادلات فرهنگی و عقد قراردادهای عملیاتی در این زمینه‌ها با کوهگیلوی وبای رحمت آمادگی دارد. ویکتور نظروف افزود با توجه به نمایشگاهی از انواع محصولات تولیدی استان کوهگیلوی وبای رحمت که دیروز در ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی یاسوج برپا شد، به این نتیجه رسیدیم که زمینه همکاری فراهم است تا کالاهای تولیدی این استان رو به استان امسک وارد کنیم و علاوه بر آن شرکت‌های تولیدی مشترک رو هم ایجاد کنیم. کالاهای کشاورزیتون از نظر کیفیت اینا کیفیت خوبی دارن و میتونن در بازار جهانی و در بازار ما رقابت بکنن با سایر کالاها و هم ایران دارن فعالیت میکنن که در حقیقت روادید رو لغو بکنن یا پروسش رو خیلی سهل و آسون بکنن. وقتی اینا انجام بگیره، با توجه به اینکه ما در اصفهان هم کنسولگری داریم و نزدیک استان شما هستش، این مسئله اولویت ما خواهد بود که این برنامه در حقیقت اعزام توریسم رو وزارتخونه هم که داره مخصوص همین توریسم و ایناست، با همکاری اونا سازماندهی بود. سرکنسولگری روسیه در اصفهان هم گفت مسئولان عالی رتبه روسیه بر گسترش روابط فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و ورزشی بین دو کشور تاکید دارند. خادمی استاندار کوهگیلوی وبای رحمت با اشاره به اینکه اولویت نخست کوهگیلوی وبای رحمت از برقراری این گونه ارتباطات جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، افزود هم در سطح ملی و هم در استان قوانین، تسهیلات و حمایت‌های خوبی در این زمینه وضع شده است که سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه تجار و بازرگانان روسی به خوبی می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. هیئت تجاری استان امسک پس از این دیدار از برخی از واحدهای تولیدی استان بازدید کردند.